یک ساکن ولایت سوخت ماه اپریل سال 2023 برای از خدمت حربی آزاد کردن پسرش به یک میانرو قلاب 50,000 سومانی داده است. اونم در حالی که اون وقت نرخ قانونا به دست آوردن بلیت حربی همگی 28,800 سومانی بود، یعنی قریب 2 مرتبه کمتر. اکبر شریفی سخنگوی رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت شام 25 نوامبر سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی میلیتس خبر میدید خبر داد که ساکن 33 ساله جماعت غلقنداز نویه جبو رسولوف شیروز اکیموف با اتهام قلابی بازداشت شده است. بنا به اطلاع میلیتس، شیرزاد اکیموف ماه اپریل سال 2023 از یک ساکن 45 ساله جماعت دیوت دیموی امین نویه با وعده از خدمت حربی آزاد کردن پسرش 50,000 سومانی ستانیده این پولها را به منفعت شخصیش استفاده برده است، ولی کار این ساکن دیموی و پسری او را بود نکرده است. در نهایت جبر دیده به مقامات مراجعت کرده است و شیروز اکیموف در اساس عریضه جبری دیده بازداشت شده است. گفته می شود که شیروز اکیموف قبلا هم بر اساس ماده 245 و 247 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم تصرف مبلغ‌ها و قلابی به جوابگری جنایتی کشیده شده بود. حالا به ضد شیروز اکیموف بر اساس ماده 247 با اتهام قلابی پرونده گشوده او را به حبس پیشکی گرفتند. بر اساس این بند قانون به او جریمه هنگفت یا چند سال حکم زندان تهدید میکند، ولی تجربه دادگاهی تاجیکستان نشان میدهد که اکثر افراد متهم به قلابی با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص می شود. در این پرونده یک چیز نافهم است که چرا جبر دیده ساکن جماعت دیموی از امکانات قانونی از خدمت حربی 2 ساله آزاد کردن پسرش استفاده نبرده است و آن هم با پرداخت پول خیلی کمتر از اون 50,000 که او به شیروز اکیموف داده است. سال 2021 در قانون خدمت الترناتیوی تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن شهروندانی که نمیخوان 2 سال خدمت ارتش بروند می توانند با پرداخت مبلغ معین به بودجه وزارت مدافعه از این مسئولیت آزاد شده تنها 1 ماه به صورت اکسپرس خدمت کنند. ماه اپریل که ساکن دیموی برای از خدمت آزاد کردن پسرش 50,000 سومانی داد، نرخ این خدمت الترناتیوی برابر 450 نشان دهنده برابر حساب‌ها همگی 28,800 سومانی بود، یعنی قریب 2 مرتبه کمتر از پول داده او. از ماه سپتامبر سال 2023 نرخ خدمت الترناتیوی تا بعد 750 نشان دهنده برای حساب‌ها بالا برده شد و تا پایان سال آن 51,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. قبلا داستان کل تاجیکستان روز 3 نوامبر سال 2023 از آشکار شدن چندین حالت به شهروندان فروختن بلیط‌های حربی قلبکی از جانب 6 نفر از جمله 2 کارمند میلیتس خبر داد. قلبکی بودن بلیط‌های حربی وقتی آشکار شد که صاحبانشان برای خود را در قید گذاشتند و آزاد شدن از خدمت ارتش با این بلیط‌ها به کمیسریات‌های حربی محلی زیست خود مراجعت کردند.